حالا قانون شنیدی که انقدر عجیب باشه که اول فکر کنی شوخیه؟ قانونی که باعث شد اسم یک کشور برای همیشه وسط بحث‌های جهانی وایرال بمونه. امروز قراره بریم سراغ یکی از جنجالی‌ترین مقرراتی که تا همین امروزم خیلی‌ها رو شوکه میکنه. ممنوعیت آدامس در سنگاپور. سنگاپور یکی از تمیزترین و منظمترین کشورهای جهانه. این کشور مثل یک نسخه واقعی از آینده به نظر میرسه. خیابونهای براق، سیستم حمل و نقل فوق دقیق، فضای شهری بدون زباله و نظمی که خیلی از دولت‌ها آرزو دارن داشته باشن. این سطح از نظم فقط با فرهنگ ساخته نشده، با قوانین سختگیرانه ساخته شده. قوانینی مثل جریمه برای طوف کردن در خیابان، جریمه برای نریختن آب در توالت عمومی، جریمه سنگین برای انداختن حتی یک تکه کاغذ روی زمین و الزام کمربند حتی در صندلی عقب. اما بین همه این قوانین فقط یکی بود که در دنیا سر و صدای عجیبی به پا کرد. اون هم قانون ممنوعیت کامل آدامس بود. داستان به سال 1992 برمیگرده. دولت با یک دردسر بزرگ روبرو شد و اون دردسر آدامس بود، اما نه خود آدامس، بلکه کاری که مردم باهاش انجام میدادن. مردم آدامس ها رو به در و دیوار شهر، صندلی اتوبوس، زیر میزها، پیاده‌روها، آسانسورها و درهای شیشه‌ای و حتی سنسورهای مترو میچسبوندن و دقیقاً همین نقطه مشکل اصلی بود. سنگاپور یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های مترو در جهان رو داشت. سیستم‌هایی که درهاشون به طور اتوماتیک باز و بسته می‌شدن، اما عده‌ای با چسباندن آدامس روی سنسورها باعث اختلال در بسته شدن درها می‌شدن. این اتفاق چند بار پشت سر هم تکرار شد و باعث شد قطارها متوقف بشن، ساعت‌ها تردد مختل بشه و میلیون‌ها دلار هزینه تعمیر ایجاد بشه و امنیت مسافران به خطر بیفته. برای کشوری که نظم اولویت شماره 1 این یک خط قرمز بود. حکومت سنگاپور بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسید که مشکل با جریمه حل نمیشه. تصمیم می‌گرفت که بعدها به یکی از بحث برانگیزترین تصمیمات آسیای شرقی تبدیل شد. فروش، خرید، واردات و توزیع آدامس کاملا ممنوع شد. نکته جالب این بود که جویدن آدامس جرم نبود، اما چون هیچ کس نمی‌توانست آن را بخرد، عملاً وجود خارجی نداشت. در نتیجه آدامس وارد یک لیست عجیب قرار گرفت. کالاهای ممنوعه در کنار مواد مخدر، اسلحه و اجناس خاص. این نقطه همان جایی بود که جهان شوکه شد. وقتی این قانون رسانه‌ای شد، جهان شروع کرد به واکنش نشان دادن. مجلات خارجی این قانون را عجیب‌ترین ممنوعیت قرن نامیدند. شبکه‌های تلویزیونی گزارش‌های طنز ساختند، مردم در اینترنت میم‌ها و شوخی‌های بی‌پایان ساختند. حتی بعضی توریست‌ها با تعجب دنبال مغازه‌های آدامس فروشی در فرودگاه می‌گشتند. سنگاپور در نگاه جهان تبدیل شد به کشوری با قوانین فوق سختگیرانه که حتی آدامس هم در آن ممنوعه. اما حقیقت پشت این قانون خیلی جدی‌تر از این حرفا بود. در سال 2004 موضوع آدامس به سطح بین‌المللی رسید. آمریکا در مذاکره تجاری با سنگاپور درخواست کرد آدامس درمانی آزاد شود. این آدامس ها برای ترک سیگار یا درمان دندان استفاده می‌شدند. بعد از مذاکرات طولانی، سنگاپور قبول کرد فقط آدامس دارویی با نسخه پزشک وارد شود. نه برای خوشمزه بودن، نه برای سرگرمی، فقط برای درمان. این تنها استثنای رسمی قانون بود. با وجود تمام شوخی‌ها و انتقادهای جهانی، نتایج قانون غیر قابل انکار بود. زباله‌های چسبناک سطح شهر تقریباً به صفر رسید. هزینه تعمیرات سیستم حمل و نقل کاهش چشمگیر داشت. انسداد درهای مترو متوقف شد و محیط شهری تمیزتر و استانداردتر شد. در واقع این قانون دقیقاً همان نتیجه ای را داد که مقام‌ها انتظار داشتند. داخل کشور مردم به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول می‌گفتند این قانون آزادی مردم را محدود می‌کند. گروه دوم معتقد بودند اگر آدامس باعث به هم ریختگی شهر می‌شود، پس نبودنش بهتر است. در نهایت گذر زمان باعث شد بسیاری از مردم به این قانون عادت کنند و حتی آن را یکی از دلایل تمیزی شهر بدانند. مسافرهایی که برای اولین بار وارد سنگاپور می‌شدند اغلب این تجربه را داشتند: تعجب از نبود آدامس، پرسیدن اینکه جدی ممنوعه و تلاش برای پیدا کردن حتی یک بسته آدامس معمولی. اما پاسخ همیشه یک چیز بود: آدامس معمولی اینجا وجود نداره.
قانون ممنوعیت آدامس در سنگاپور یکی از نمونه‌های متفاوت مدیریت شهری است. قانونی که شاید عجیب به نظر برسه، اما واقعیت این است که یک مشکل واقعی پشت آن بوده و نتایج مثبت به وجود آورده و هنوز هم یکی از مثال‌های مهم در بحث نظم شهری است. در نهایت سوال اصلی همیشه یک چیز است: آیا تمیزی شهر ارزش محدودیت آزادی را دارد یا آیا آزادی باید همیشه بدون محدودیت باشد؟ این دقیقاً چیزی است که سالها درباره اون بحث میشه. راستی این تنها قانون عجیب دنیا نیست. کشورهایی هستن که قوانینشون حتی از این هم عجیب تره. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. برای دیدن ویدیوهای بعدی زنگوله رو فعال کن تا هیچ ویدیویی از دستت نره.